درود بیننده گرامی، طاهری سفر هستم و تا 15 دقیقه دیگر شما را با اتفاق همکارانم از شهر دوشنبه و پراگ همراهی میکنم. امروز سه شنبه است 28 ایول و در اول نگاه به سرخط خبرهای مهم. مقامات تاجیکستان میگویند احتمالاً آتش‌سوزی ویرانگر در شهر خاروق از قهوه‌خانه مرغاب سر زده است. تحقیق ای ضرر و سبب‌های حادثه ادامه دارد. در شهر دوشنبه 3 کارمند ملیسا را برای تادم مرگ شکنجه کردن 1 نفر به زندان محکوم کردند. 2 نفر دیگرشان عفو شدند. سیاوش جنیدی شاعر نوگوی ادبیات تاجیک پس از مهاجرت 33 ساله از قرقیزستان به تاجیکستان برگشت. خاصیت و ویژگی این لحظه آن است که این بار دیگه برای همیشه آمده. در شهر خاروق محاسبه زیان آتش‌سوزی ادامه دارد که روز 27 ایول چند مغازه را به کام خود کشید و نابود کرد. در خدمات آتش نشانی تاجیکستان امروز به رادیو آزادی گفتند متخصصان در محل حادثه کار میکنند و مشغول حساب و کتابی ضرری آتش‌سوزی هستند. بنا به اطلاع مقدماتی آتش‌سوزی در قهوه‌خانه مرغاب سر زده سپس به مغازه‌های کناری آن گذشته است. هیچ کس در این فلاکت آسیب ندیده است. رعایت نکردن معیارهای بی‌خطری را یکی از سبب‌های اساسی آتش‌سوزی در بازار، مغازه و دیگر انشاءات تاجیکستان می‌نامند که تقریباً هر سال تکرار می‌شوند و ده‌ها و صدها صاحبکار و تاجر را مفلس می‌کنند. و دادگاه عالی تاجیکستان حکم 5 ملیسای گمانزد به مرگ 1 ساکن شهر کولاب را اعلام کرده است. 3 مأمور ملیسا از 5 تا به 13 سالی محکوم به زندان شدند و 2 نفر دیگر را دادگاه بر اساس قانون عفو از جوابگری آزاد کرده است. همه آنها کارمندان شعبه امور داخلی ناحیه سینا در شهر دوشنبه هستند. حکم روز 24 ایول اعلان شد. این ماموران ملیسا را در مرگ مقصود جان سیدوی 36 ساله گناهکار دانستند. آنها سیدوف را روز 8 انور با گمان فروش مواد مخدر دستگیر کردند و بعد از مدت کوتاه جسدش را به والدانش سپردند. دوستان مقصود جان در گذشته گفتند که در بدن او آثار شکنجه دیده میشد و 1 روز پیش از این خبر ائتلاف سازمان‌های جمعیتی ضد شکنجه در تاجیکستان گفت که سال 2025 از شکنجه و بدرفتاری در مقامات 21 شکایت ثبت کرده است. همکارم کیمر سیاتا گزارش مفصلی حامیان حقوق تاجیکستان را در این باره خلاصه کرد و قبل از برنامه خبری از او اول درباره جزئیات این گزارش پرسیدم. در گزارش ائتلاف آمده است که شکنجه و مناسبت بیرحمانه عادتاً برای گرفتن اعتراف، جزا دادن یا برای فشار و تحقیر شأن و اعتبار انسان استفاده شدند. مؤلفان گزارش میگویند که بازداشت شده‌ها شکایت کردند که آنها را با راه و وسیله‌های گوناگون عذاب دادند و یا با آنها بیرحمی و بدرفتاری کردند. از جمله غیر قانونی و خودسرانه بازداشت کردند، بیرحمانه زدند و به نیروی برق ماندند. تهدید و ترساندن و مجبور کردن برای اعتراف کردن گناهی ناکرده از جمله دیگر نوع‌های شکنجه بود است که عمدتاً مقامات انتظامی در تاجیکستان به کار می‌بردند. بغیر از این متهمان به جنایت یا قانون شکنی‌های دیگر گفتند که به آنها امکان نمی‌دادند که سری وقت به ادوکات یا همان وکیل مدافع دسترسی داشته باشند، اجازه نمی‌دادند که یاری درستی طبی بگیرند. مقامات به این گونه گزارش‌ها عادتاً واکنش نمی‌کنند، اما در گذشته بارها گفتند که نه همه شکایت‌ها از شکنجه در تاجیکستان اثبات می‌شوند. تاجیکستان به سبب بدرفتاری و شکنجه گمانبران همیشه تنقید می شود. از جمله سازمان ملل متحد در گذشته گفته است که در تاجیکستان مأموران انتظامی برای گرفتن اعتراف گناه بازداشت شده ها را شکنجه می کنند و دادگاه ها نیز این اعتراف را به اینابت می گیرند که مخالف به قانون های خود کشور و هم عهدنامه های بین المللی است. و سوال دیگر از همکارم کیمر سیاتا این بود که عمدتاً سازمان‌های حامی حقوق در برابر ذکر کمبودی‌ها و مشکلات از اصلاحات و پیشرفت‌ها نیز می‌گویند و آیا در سمت ریشه‌کن کردن شکنجه در تاجیکستان بهبودی دیده شده است؟ بله طاهر، در گزارش ائتلاف ضد شکنجه آمده است که سال گذشته در تاجیکستان بعضی از پیشرفت‌ها در راه مبارزه با شکنجه ثبت شده است. تعیین سنجش دادستانی برای تحقیق شکایت از شکنجه از سوی دادگاه‌ها، ستاندن جبران ضرر معنوی و هم جزا دادن مقامات گمانبر به شکنجه از جمله این پیشرفت‌ها نامبر شده است. در گزارش آمده است که سال 2025 دادگاه ناحیه باباجان غفروف در ولایت سوق دلشاد نرزالله زاده و عبدالقادر کریموف 2 کارمند ملیسا را در شکنجه
یک گمانبر به جنایت گناهکار دانست و اولی را به 21 سال و دومی را به 19 سال به زندان محکوم کرد. این دو کارمند ملیسا با آن گناهکار دانسته شدند که سال 2024 نعمت جان اشورمتوف را با گمان قاچاق مواد مخدر دستگیر کرده به شعبه کارهای داخلی در شهر خوجند برده و عذاب دادند. عین زمان به گفته حامیان حقوق در سمت مبارزه با شکنجه در تاجیکستان هنوز هم مانع‌های جدی وجود دارند. نسپردن نسخه قرارها درباره رد نمودن آغاز پرونده جنایتی، تطبیق چاره‌های از حد زیادی کافتکاب نسبت به ادوکات‌ها هنگام درآمدن به دادگاه‌ها و دادستانی، دست کشیدن شکایت کنندگان از ادامه شکایت بر اثر فشار از قبیل این مانع‌ها بوده است. همکارم کیمر سیاتا درباره استفاده شکنجه برای حاصل کردن اعتراف قانون شکنی یا اتهام در تاجیکستان صحبت میکرد. گزارش مفصل را در این باره میتوانید در وبسایت azadi.org هم بخوانید. سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. در شهر خوجند مالکان بزرگترین بازار فروش مساله ساختمانی شکایت دارند که مقامات بازار آنها را غیر قانونی به کسی دیگر دادنی هستند. با گفته مقامات در محل این بازار باید 20 بینای بلندآشانه و برای هزاران نفر خانه ساخته شود. جزئیات این بحث در گزارش همکار ما فرزان محمدی از شهر خوجند. مالکان کلانترین بازار مساله ساختمانی در شهر خوجند موسوم به جمعه بازار میگویند ملک آنها با راه غصب ریدری به دست کسان دیگر میگذرد. صاحب ملک مؤسس شرکت وحدت امینجان جورایف میگوید این بازار را در سال 2010 از اتفاق تاجیک مطلوبات خریده است و آن اطراف 8 هکتار زمین را در بر میگیرد. اما اخیراً شهردار خوجند این ملک را همچون دارایی شرکت اسریما حجت کرده است. مقامات اجرایی حاکم دولتی شهر خوجند یک بار از صاحب ملک جز ده بود مایلیس کرده یک بار فکری مایم گفتنشان در کار می یا اگون همین قدر مبلغ گذاری میلیون سامانی مبلغ گذاری کردگی ما همین قدر بازارند همین قدر انشاءات ما های صاحب ملک یک 50-60 هزار 100 هزار کوادرات متر انشاءات های مایه مانده یک کوچنگی فیرما یک عریضه کند عریضی همون کدی وابسته کردن این چخیل من نمیفهمم. جون بازار به 400-500 صاحب کارا فعالیت میکنن. اگر 3 تایی باشدم 1,900 هر یک مغازه 3 نفر کار کنم 1,900 یک نفری کار کردگینده 500 تا صاحب کار میکنن. قرار شهردار خوجند فردوس شریفزاده روز 21 ایول صادر شده است. بر پایه آن حقوق استفاده زمین برای صاحب ملک واقعی قطع گردیده آن برای احتیاجات دولتی یا جمعیتی گرفته می شود. در ادامه قرار آمده است که در اینجا برای ساختن 6 بینای 22 آشیانه و 14 بینای 24 آشیانه به شرکت اسریما اجازه داده شده است. نمیدانم کدام قانون و ها ویران نکردگی. اینجا یگان تا قانون رعایت کردگی نی. تخ پاسپورت مال ملک های وای حجت‌های زمین های همه وای یگان خیلی ساختمان برفتاست آلکای. حاضر اکو من نمیدونم کدام قانون و ها رعایت کردگی. خبرنگار رادیو آزادی به نمایندگان شرکت اسریما عاید این قضیه مراجعت کرد ولی آنها از دادن همه گونه جزئیات خودداری کردند و گفتند که اداره اساسی شرکت در شهر دوشنبه قرار دارد. نه سراغ شرکت را دادند و نه مالکان اصلی آن آماده صحبت با ما شدند. تصمیم ساختمان بلندآشانه ها در منطقه جمعه بازار از سوی این شرکت در حالی است که خود مالکان بازار از سال 2017 در اطراف آن به بنیاد خانه های استقامتی مشغولند و برای ادامه این اقدام سندهای اولیه را به دست آوردند. سنه 16 ایول دادگاه اقتصادی ولایت سوخت با دعوای جورایف امینجان همه گونه عملیات را وابسته به انشاءات موجوده منع کرده است. هرچند قرار شهردار خوجند بعد آن صادر شده است، آخر هفته جاری قرار است مرافعه دیگری دادگاهی شروع گردد. اخیراً پرونده های دعوای زمین و مالکیت و هم رقابت های ناسالم در بین بناکاران بلندآشانه ها در مرکز ولایت سوخت به اوج رسیدند. در گذشته عوض شدن صاحب ملکان بعضی از بازارهای سیرگردش تاجیکستان نیز باعث نگرانی ها گردیده بود.
5 سال پیش مجتمع پنجشنبه یکی از کهن‌ترین بازارهای آسیای مرکزی و از رمزهای شهر خوجند پس از 21 سال خصوصی شدنش با شیوه مرموز از دست به دست گذشت و شکایت‌های زیادی به بار آورد. نفوذ صاحبان نوی آن سبب گشت که شکایت‌ها به جای نرسند. فرزان محمدی، رادیو آزادی شهر خوجند. و یک گزارش فرهنگی. سیاوش جنیدی یکی از شاعران شناخته تاجیک که جنگ داخلی سبب شد ترک وطن کند پس از 10 سالها به تاجیکستان برگشت. او که بیشتر از 30 سال در قرقیزستان همسایه زندگی میکرد میگوید سفر به هر جای خوب است به شرطی که برای دیدن و سیاحت باشد، اما نه از ناچاری و نه برای مهاجرتی دائمی. ارشاد سلیمانی و امیر ایسایف با گروه از همکاران بخش قرقیزی رادیو آزادی در این باره گزارش آماده کردند که همراه می‌بینیم. هواپیما به تمکین است و من بیبال و بیچاره به سویت میروم. ای بخت کم دیداری ره دورم. همه خواهم که بعد از این همه دوری و رنجوری مرا دیده کنی باور که با عشق تو من از مرگ هم زورم. در روزهای جنگ خانگی تاجیکان جوانی 30 ساله رفت و اکنون مرد 63 ساله به وطنش برگشت. سیاوش جنیدی که از نسل شاعران نوگوی ادبیات تاجیک دانسته می شود پس از مهاجرت 33 ساله از قرقیزستان به تاجیکستان بازگشت. البته تا این 30 سال بارها اومدم، اما خاصیت و ویژگی این لحظه آن است که این بار دیگه برای همیشه اومدم. در فرودگاه دوشنبه شاعر را شماری از فرهنگیان و دوستان دیرینش پیشواز گرفتند. من بسیار احساس شادی دارم برای آنکه راستی نه در خیالم گذشت که ما کودک بودیم یعنی بعدی دانشکده و امروز یک اون پشت سر شده است و خدا رو شکر. من خیلی شدم که امروز دیگه چی میگن مثلا پیام نمیفرستیم و خدامون میریم چشمی نگاهی از بله خدا رو شکر. شاعر میگوید برگشتن به وطن بعد از سالها احساس خاصی است که آن را باید تجربه کرد، زیرا تصویر این حالت حتی برای کسی که دعوای شاعری دارد دشوار است. روایتش از غربت و دربدری نیز مثبت نیست. من از خداوند میخواهم که دیگر یعنی به اون معنی که دارد هجرت و غربت هرگز هیچ انسانی به ویژه همشهریای من دلیلی نباشد برای همچه غربتی. مسافرت چرا؟ مسافرت برن برای تحصیل، برای تماشا، برای کار، ولی غریب نباشن، مهاجر نباشن. جمعه میرزا روزنامه‌نگار و از دوستان شاعر میگوید سیاوش در این 33 سال محصول فراوان ایجادی دارد. امروز وقت آن رسیده است که با ابتکار و با تشبث و دستگیری مسئولین و هواداران ایجادیات سیاوش آنها باید که به دست خواننده برسند، آنها باید که خزینه، آنها باید ارخیو نشوند. هم درام، هم ترجمه، هم دیوان غزل‌ها، هم دیوان شعرهای کوتاه و شعرهای سفید، همون ترجمه های عالی که کردن، هم اون سفرنامه ها گمان میکنم برای چندین جلد بسنده است. شاعر فراری از جنگ اکنون به این سوال پاسخ می‌دهد که برای یک ایجادکار چه فضای باید در کشورش مساعد باشد، هرچند به این پیندار نیست که حتما باید به شاعران امتیاز خاصی داده شود. مثل هر کسب و کار دیگر یک شاعر میتواند خودش برای خودش یک شرایط خوب از هر طریق، از هر راه ایجاد بکند، ولی اینکه ما از وطن چیزی خاصی بخوایم، امتیاز خاصی بخوایم، شرایط خاصی بخوایم تا یه شعری براش بگیم، این به نظر من کاملا اشتباه است. پیش از سیاوش جنیدی شاعرهای دیگری معروف نیز با تاجیکستان برگشتند و هم برخی از آنها پس از چند سال دوباره راه هجرت را در پیش گرفتند. با پایان اخبار آزادی رسیدیم، ولی اگر میل دیدن ویدیوهای بیشتر، خواندن خبر و گزارش‌های دیگر را دارید، پس لطفاً سری بزنید به وبسایت azadi.org و یا صفحه‌های ما در فیسبوک، اینستاگرام و کانال‌های رادیو آزادی در تلگرام و یوتیوب و تیک تاک. تا دیدار در برنامه‌های دیگر.